برابکس چرا اینجا وایسادین؟ هیچی حاجی، 2 تا دختر واسه تو و محمود تور کردیم، برید شما بهشون شماره بدین. بابا دمتون گرم. کجان؟ اونجان. ببین حتی اینا هم به شما پا ندادن که خواستیم واسه ما جور کنین. سیجه دهن سرویس خوب جواش داری. حالا وایسین یکم شکلک درارم، این میمونای احمق یکم ادا درارن حال کنیم. باز این سیجه همزاداش رو پیدا کرد، جوگیر شد. ای میمونای احمق بجا این یکم ادا درارین دیگه. الان که دارم فکر میکنم حس میکنم حقمه، داشتم زیاده روی میکردم. آب پاک و ریخ رو تو این هوای گرم خنک شدی. ولی برابرس بی شوخی هوا بد جور گرم شده ناموسم، چاچه پاها مرخصوص شده. لاشو واکن بگم میمونه بشاشه اونجا خنک شی. داشت تو که زبونشونو بلدی بگو 2 تا موز بیارم واسمون، مردیم از گشنگی. بشه تابید استخر موچای جیشی با بلیت نیم بها. بشه داوید. این همون استخر نیستش که پارسال رفتی؟ آخ هنوز جاش درد میکنه به لطف آقا رضا. آی آخ. بریم ببینیم چند میگه بلیط ها رو، بعد یه سال یه آبتنی بکنیم خنک شیم. داشت همین چند دقیقه پیش آبتنی کردی و خنک نشدی؟ وایسا خنک کردمت میفهمی داش. قربان چرا حالا بی جنبه میشی؟ سلام قربان، یه 4 تا بلیط نیم بهای تخفیف خورده به ما بدید. آقا این بلیط ها برای استخر زنونه است، برای شما نیست. اون وقت چرا واسه خانوما تخفیف میدی؟ چون کاسل نیستم داداش، بلیط ها رو نصف قیمتی که خریدم میفروشم تا بتونم شماره بگیرم مخ بزنم اینجا. داداش 2 تا کیس خوب همینجا تو باغ وش برات سراغ دارم. آخ جون دختر کجان؟ برو اونجا جلوی اون قفس، اونجا بودن، صداشون بزن الان میان. آخ جون دختر به دختر. آخ جون بچه‌ها 4 تا بلیط سری کش برید وردارید گازشو بگیریم بریم. کسخل بلیط استخر زنونه به چه دردمون میخوره آخه؟ ورداریم بهتون میگم. خانمای خوشگل کجایین؟ براتون بلیط نیم بهای استخر آوردم عشقا، فقط شمارتون رو بدید که من ثبت کنم خوشگلا. میگفتن اولیت عاقبت نداره ها، من خر باور نکردم. خب سیجه پخمه، بلیط استخر زنونه رو واسه این دوسیدیم که بدیم به زید نداشتمون. عمق فکرت کوتاه دیگه رایدر. حالا خودت چقدر مگه حالا؟ داش 5 سانته. عمق فکرت؟ اونو میگی؟ من فکر کردم چیز دیگر رو میگی. آقا بگین ببینم الان 4 تا بلیط استخر زنونه رو چیکارش کنیم؟ قرار خودمون بریم تو استخر زنونه. داش ما 4 تا سیبیل سیاه راه نمیدن تو استخر زنونه که، همونجا بلیطا رو لول میکنن، چرت میکنن تومون. کی گفته قراره همینطوری بریم تو؟ با یه تغییر قیافه حرفه‌ای به آرزوی دیرینه هر پسری میرسیم، یعنی ورود به استخر زنونه. کی اونقدر حرفه‌ایه که کاری کنه 4 تا گوشتنخ سیاه بشن سفید نفیدای شیطون بنا؟ فقط عمو صمده که میتونه با دستگاه ریش تراشش جنسیتت هم عوض کنه. خب بیسرا عمو صمد یه کاری میکنه نشناسه تو را تو ننت. بریم که یه گریم زداب بزنم براتون پسرا. خب خانمای خوشگل بلیطاتون رو بدید عزیزانم. وایسین ببینم، حس میکنم مشکوک میزنین یکم. اوا عزیزم چه مشکوکی. چرا شماها سینه مینه ندارید؟
عوضش کی؟ ببخشید برای ما خدا از در کارخونه نصب نکرده. ما از کجا میتونیم تهیه کنیم؟ روز به روز دارن از سر و تهش میزنن به خدا. همین سایپا و ایران خودرو هم داره از قطعات ماشین آپشناش میزنه، چه برسه خدا که از ممه ما زده. همه جا دیگه بخوره به خدا. یه ترتمیز دست دوم کمکار کم مالیده شده میخواستیم. فکر کن برای خار مادر خودته. استخر رو با ممه فروشی اشتباه گرفتین. اصلا وایسین ببینم، شماها خیلی مشکوکین. باید از کنار این دستگاه اشعه ایکس رد باشید. ببینم چیز میزی همراهتونه؟ ایوا دستگاه اشعه ایکس تو استخر واسه چی دارید؟ واسه اینکه ببینم چیزی تو شورت و مایاتون قایم نکرده باشید. بردن هر اشیایی مثل گوشی و امثال اینا تو استخر ممنوعه عزیزم. خیلی خوب، وایسا ببینم چرا یه تیکه استخون تو مایاتونه؟ چیز عزیزم، مر خوردیم حواسمون نبود. استخونشم قورت دادیم، هنوز سر دلمون مونده. البته این زیر دلتون مونده. بعدش چرا انگار یکیتون بوقلمون خورده، یکیتون گنجش انگاری؟ ای بابا میذارید بریم استخرمون؟ تایممون رفت انقدر گیر دادی بهمون. خیلی مشکوکید، ولی خب برید دیگه داخل. ولی حواسم بهتون هستم. اصلا بهش نمیدونم. آب این استخ خوردن داره به تاره سیچه. بابا حالم به هم خوردم، اگه کسافت نباشه اسمون. آقا من هنوزم باورم نمیشه اومدیم تو. من تا همینجا بلد بودم، الان باید دقیقاً چی کنیم؟ هر کاری که میکنیم فقط نباید لو بریم بچه‌ها. بفهمن پسریم از همون استخونی که تو اشعه ایکس نشون داد دارمون میزنن. به نظرم اگه با هم دیگه باشیم احتمال لو رفتنمون زیاد میشه. بهتر از هم جدا بشیم بچه‌ها. من که میرم اونور دید بزنم ببینم کی پا میده برم تو کارش. منم برم طبق معمول غریق نجات وایسم، فقط خدا کنه اتفاقی نیفته داستان شه. من و رایدرم میریم سمت جکوزی و سونا و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. از جکوزی اینجا خاطره خوبی ندارم. هی سیسم شده کپی کسایی که میان کافه کارناوال. فقط بچهای رشت میدونن چی میگن. کمک! یکی نجاتم بده، دارم غرق میشم. وای همین کمود، الان چه خاکی بریزم سرم. یکی کمک کنه، دارم غرق میشم. نه اگه لو رفتم و منو کشتن بدون دوست داشتم. وایسا اومدم. دارم غرق میشم. تو منو نجات دادی. همونطور که گفتم بخت ما اگه بخت بود دم و دستگاهمون قد درخت بود. محمود که صبرش از این نیده ورداشت. حالا نوبت خودم، باید غلطی بکنم. به چه کلوچایی. ای خدا یه توپلوی نرمشو واسه ما جوره. خدایا منظورم این نبود. تو چقدر خوبی، شبیه خرسی، میخوام بغلت کنم. عزیزم سوء تفاهم شده، من گرایشم دختر نیست عزیزم. مگه تو حق انتخابم داری؟ مهم اینه که من دوست دارم. خرس تو بولیه نازم.